نام من نوریه هست، اما این نام را سالها هست که در صندوقچه خانه پنهان کردم. مردم در کوچه و بازار مرا نوراحمد صدا میکنند. من دختر کوهستان‌های سرد و هور هستم، جایی که زمستانش استخوان‌سوز است، اما نه سردتر از جای خالی پدرم. پدرم رفت و وقتی او رفت سقف خانه ما نریخت، اما کودکیم زیر آوار فقر دفن شد. هر روز صبح که بیدار می شدم سمت آینه نمی رفتم. می ترسیدم دختری را ببینم که دیگر نمیشناسمش. دردناکترین قسمت زندگیم این است که باید صدایم را تغییر می دادم، مثل مردها را می رفتم، در حالی که دلم فقط می خواستم سرم را روی پای مادرم بگذارم و گریه کنم. روزی که موهایم را قیچی زدم فقط بیسوهایم روی زمین نریخت، آرزوهایم ریخت. وقتی لباس مردانه پوشیدم حس کردم که نوریه را به دستای خودم خاک میکنم تا نوراحمد زنده شود و نان بیاره. ما در قهوه خانه کار میکردم. مردها چای میخوردند و میخندیدند و من در هر گلاس چای تصویر پدری را میدیدم که دیگه نیست تا پناهم باشد. وقتی همسن و سالهایم مصروف ساتیری بودند من کلاه به سر میکردم تا کسی نفهمه زیر این لباس مردانه قلب ظریف نوریه میتپه. امروز این داستان را میگم نه به خاطر که برام چک چک کنین، میگم تا بدانید در افغانستان دختر بودن چقدر شجاعت میخواد. من موهایم را دادم، کودکیم را دادم تا چراغ خانه ما خاموش نشه. من نوریه هستم، دختری که مرد شد تا خانوادیش از گشنگی نمیره و این داستان پردرد دخترای سرزمین ما است.